به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، همچنان که گروه ایجادی قبلا آگاه کرده بود که امروز یک صحبت آنلاینی ما با مردم عزیز و شریفمون در موضوع وضع اقتصادی و اجتماعی کشور برگزار خواهد شد و از شما هم خواهش شده بود که اگر سوال گفتنی داشته باشید به عنوان استودیو بفرستید تا اینکه بعد از صحبت من در خدمت شما با جوابها باشم. اما متاسفانه امروز صبح یک خبر ناخوش رسید که همگان از آن اطلاع دارید و آن هم باشد ربوده شدنی برادر عزیزمان و یک انسان شریف و مبارز شراف‌الدین گدایف که طبق خبرهای اخیر از شهر مسکو ناجوانمردانه دزدیده شد و به دوشنبه بردند و ما وادار شدیم بعد از این تغییرات که صحبت خود در موضوع وضع اقتصادی و اجتماعی کشور را به یک وقت دیگر بگذاریم و حالا فکر میکنم که بهتر میبود که درباره این حادثه با مردم عزیز صحبت داشته باشیم. موقع پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌های مبارز را در این باره به مردم شرح بدیم و اون اطلاعاتی که تا این لحظه در اختیار ما هست در خدمت مردم عزیزمون بگذاریم. همچنین که اطلاع دارید متاسفانه امروز این خبر پخش شد و شراف‌الدین گدایف از شهر مسکو ربوده شد و اگرچه مقامات دولتی تاجیکستان اعلام کردند که این یک بازگشت داوطلبانه یا اختیاری شراف‌الدین گدایف بود، ولی تمام شاهدها، تمام معلومات‌ها و فکت و دلیل‌هایی که در اختیار ما تا این لحظه قرار گرفت بیانگر آن هستند که شراف‌الدین گدایف با طبق یک عملیات ناجوانمردانه پنهانی از طرف مقامات تاجیکستان و با همکاری بعضی از شخصیت‌ها و نهادهای فساد زده و جنایتی روسیه به روسیه برده شد و بعدا از آنجا او را ربوده به تاجیکستان انتقال دادند. باید گفت که این بار اول نیست که در تاریخ مبارزین تاجیک چنین ناجوانمردی صورت میگیرد و قبل از شراف‌الدین گدایف هم دیگر شخصیت‌های قربانی معامله‌های این گروه‌ها با حکومت ظالم و غیر مردمی تاجیکستان شده بود، مثل برادران احسان آدینایف که ناپدید گشت و امید داریم که ایشان زنده باشد و روز
به نزد خانواده خود خواهد برگشت. اما تا امروز هیچ نشانی از این برادر مبارز نیست. همچنین مقصود ابراهیموف که همچون شهروند روسیه بود و بعداً با سود و دادگاه های ساخته ایشان از شهروندی روسیه محروم شد و او را هم دزدیده به روسیه بردن که با مدت طولانی زندانی شد. و من فکر میکنم که احتمال زیاد دارد که شهید عمرعلی قوتوف هم زندانی شدنش در دبی و هم به شهادت رسیدنش در شهر استانبول میتواند مستقیم یا غیر مستقیم به این گروه جنایتکار دو طرفه بین المللی ربط داشته باشد. و اخیراً هم شما شاهد دیده بودید که عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، البته عضو سابق ریاست عالی نعیم جان سمیوف، یکی از شخصیت‌های معروف در نه تنها در ولایت سوغد تاجیکستان بلکه در سطح کشور از روسیه دزدیده شد و به تاجیکستان انتقال یافت و اون هم بعداً در یک صحبت ویدیوییش اظهار کرد که او به اختیار خود به تاجیکستان برگشته است و هیچ تعقیب و فشار بالایش نیست. و احتمال هم دارد که ساعت‌های نزدیک یا روزهای نزدیک ما شاهد یک صحبت ویدیویی از طرف برادر شراف‌الدین گدایف باشیم و ایشان شاید اظهار هم کنند که و احتمال زیاد هم همین طور می شود که خودشون برگشتن به تاجیکستان و هیچ عملیاتی ربوده شدن و هیچ کاری جنایی نسبت او در روسیه صادر نشده بود نسبت او. و همین قصه محمد روزی اسکندروف بود که مقامات سعودی روسیه اعلام کردند که ایشان بعد از حکم دادگاه رها شده بود و در منزلش بود. خودش تصادفاً به دوشنبه رفت. یا یک نفر دیگر از تاجران معروف کشور از ولایت سوغد از شهر اسفره، اگر خطا نکنم نظاموف هم که به همین طریق یک بار با اختیار خود در دوشنبه پیدا شد و بعدا باز از دوشنبه ناپدید گشت. یعنی این همه داد و گرفت‌ها و این همه حادثه بیانگر آن است که متأسفانه در سطح جهانی حکومت تاجیکستان یک شبکه جنایتی را سازمان داده است که عملی اساسیشان دزدیدن، کشتن و غارت کردن مردم است. البته یگان حکومت، یگان دولت متمدن قانون محور در این جنایت نمیتواند با حکومت تاجیکستان شریک باشد مگر اینکه آنها میروند از گنرال ها، از افسران و از نهادهای فسادزده این کشورها با واسطه پول پاره دادن استفاده میکنند و این جنایت های خود را در تریتوری این کشورها صادر میکنند. باید گفت که این پول هایی که به این جنایتکاران در سطح جهانی داده می شود این همه پول ملت است، از حساب بودجه دولت است، از حساب جیب مردم است که مردم توسط انداز، توسط گمرک و دیگر پرداخته ها به بودجه دولت می سپارند. از معاششان، از درآمدهایشان این جنایتکاران ما این پول ها را به دست گنرال ها، به دست افسران و مسئولین جنایتکار کشورهای دیگر میدهند. شاید که میلیون ها دلار خرج کنند فقط به خاطر آنکه یک مبارز را از راه بگردانند یا بدزدند یا نابود کنند، که این یک مسئله بسیار هم تأسف بار است که این حکومت نه تنها جنایت میکند علیه هموطنان خودمان بلکه این جنایت را از پول ما و شما هموطنان عزیز خرج میکند، که البته این باز هم برمیگردد به همون موضوع اقتصادی و اجتماعی که ما از قبل اعلان کرده بودیم و انشاءالله که من در صحبت‌های بعدی بعد از اون که این موضوع مطرح خواهد شد و به یک نتیجه برسیم در صحبت‌های بعدی به اون موضوع هم برمیگردیم. خب همدیاران عزیز، ببینید مسئله ساده نیست. واقعا هم برای پیمان ملی تاجیکستان، برای همه حزب و حرکت‌های مبارز و شخصا برای خودی من، برای خانواده شراف‌الدین گدایف، برای دوستانش و برای هر کسی که دلش به تاجیکستان و آینده تاجیکستان می‌سوزد، از دست دادن چنین یک برادر مثل شراف‌الدین گدایف که بسیار یک انسان صمیمی، بسیار یک مبارز و آدم یکرو بود، کاری آسان و ساده نیست. من باور دارم که حالا حکومت تاجیکستان این قضیه را به طور خود شرح خواهد داد، مثل پیشینه با پخش کردن ویدیو
یا با شکل دیگر و تلاش میکند که این را یک بازگشت طبیعی و اختیاری شرف الدین نشان بدهد. و حتما من باور دارم باز هم انسان‌های پیدا خواهند شد غیر از حکومت تاجیکستان که منتظر همین گونه فرصت‌ها نشستند و این گونه حالت‌ها را استفاده میکنند تا اینکه ضربه نوبتی زدن به اپوزیسیا، حرکت اپوزیسیونی ملی در مجموع، به خود شخصیت شرف الدین گدایف یا به دیگر اشخاص و گروه ها و این حالت ها را استفاده میبرند و حتما دیگر ما در آینده شاهد این گونه شرح و تفسیرهای کنایه های و حدس و گمان های خواهیم بود. اما آنهایی که مسئله را خوب درک میکنند، آنهایی که طبیعت این راه را میدانند، آنهایی که از خباثت و از جنایتکاری مقامات تاجیکستان آگاهند، آنهایی که میدانند که کشورهای منطقه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم، کشورهای پساشوروی، یک منطقه مالامال از دیکتاتور، از جنایتکاری و از فسادکاری مقامات دولتی هست. اونها میدانند اگرچه با شرف الدین گدایف حتی اگر یگان مشکلی شخصی داشتند با اپوزیسیا در مجموع یا با هر کسی دیگر، اینها این مسئله را از هم جدا خواهند کرد و درک میکنند که در اینجا یک جنایت بزرگ بین المللی صادر شد که اون روانه شده بود نه تنها علیه شخص شرف الدین گدایف یا نه تنها علیه پیمان ملی تاجیکستان، بلکه علیه ملت، علیه حرکت آزادیخواهی تاجیکستان. و من از همه برادران و خواهران، از همه کسانی که این راه را انتخاب کردند یا خودشون فعال نیستند اما در جای در مسئله با ما هم فکر هستند و آگاه هستند، خواهش میکردم که این دشواری را و این روزی واقعا هم تلخ را با صبر و تحمل، با مردانگی، با استواری تحمل کنند. بله تلفات ساده نیست و ما دعا میکنیم که پروردگار برادر عزیز ما را، شرف الدین را، اولش که تن و جانش را سالم نگه بدارد، از ظلم و فشار این بدبخت ها خداوند او را حفظ کند و خدای نکرده مورد تحقیر و مورد فشار و تهمت ها قرار نگیرد. اما اگر هرچی هم شد، چون از دست این ما دیدیم، شاهد بودیم که از دست این گروه ها هرچی آمدنش ممکن است، اینا نه به مرد رحم دارن، نه به زن، حتی نه به طفل رحم کردن و رحمی هم ندارن و پنهان هم نمیکنن. حالا هر چیزی که نسبت این برادر روا دیدن، اما ما و شما وظیفه ما هست که این گونه حالت ها را و بخصوص همین حالت دشوار هم جزئی از طبیعت این راه مبارزه بدانیم، با همه دشواریش، با همه تأسف و با همه حالت هایی که گاه واقعا برای یک انسان دشوار است چون این نفر را از دست دادن. اما بدانیم که قبل از شرف الدین گدایف هم ملت تاجیک فرزندان بسیار برومند و مبارز و ارزنده خود را از دست داده بود. حالا که شرف الدین در زندان هست و ما امید داریم که هم با کمک خداوند، هم با زحمت و تلاش مردم و جامعه جهانی حتما آزاد می شود یا سبکه برای او خواهد شد. اما همون طوری که گفتم از دست این حاکمیت هرچی می آید، ما و شما باید این را جز طبیعت این راه بدانیم و بدانیم که این راهی هست که باید قربانی داد. البته ما طرفدار آن نیستیم که حتما این راه را با قربانی دادن ادامه بدهیم و پیروز شویم. ما تلاش خود را باید کنیم که با کمترین قربانی باید به هدف برسیم. اما در تاریخ مبارزه ملت ها کم حالت شده است که بدون قربانی یا با قربانی کمتر ملت ها پیروز شوند. همیشه قربانی های مثل این شهادت ها هست. تا این لحظه چندین از برادران مبارز شهید شدند، زندانی ها هست، ربودن ها هست، تحقیر و فشارها هست و بنابراین ما این رو باید جزء طبیعت این راه بدانیم و کسانی که در این راه استوار هستند، این راه را آگاهانه انتخاب کردن، حتما از این حادثه ها عبرت خواهند گرفت. به این حد ساده و به این حد زودباور و صمیمی نسبت کسانی که خود را در تجربه نشان دادند. و من باز تکرار میکنم که برادر عزیز ما شرف الدین قربانی همون توطئه‌های شد که قبل از او دیگران قربانی شدند
ولی اون صمیمیت و باور کردن و اون خواهشی هر چه زودتر به هدف رسیدن گاه برادران ما رو به این حالتهای دشوار گرفتار میکند. چون ایشان هم به این باور بود که باید در بین مهاجرین روسیه کار رو بیشتر کرد و احتمال زیاد است اون خبرهایی که این لحظه به دست ما رسید با او وعده ها کردند و که بین مهاجرین می شود کار کرد و هماهنگ کنند و ایشان رو بالاخره کشاندند به این توطئه که بالاخره حبس و دزدیده شد. خداوند عزوجل در قرآن مجید یک آیه بسیار معروف دارد که استعیذ بالله لا تهینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پروردگار می‌فرماید که ضعیف نشوید، محزون و ضیق نشوید زیاد و شما بالاتر هستید، شما پیروز هستید در نهایت کار اگر به خداوند باور دارید. کسانی که این راه را انتخاب کردند، حالا چه کسانی هم که خدا محور هستند، به خداوند اعتقاد دارند، آنها طبیعی است که این آیه کریمه را سرمشق کار خود قرار خواهند داد که در چنین لحظه های دشوار نباید ضعیف شد، نباید که راه افتاده شد و این را جزء طبیعت کار دانست، به شرطی که اگر ما باور داریم به خداوند. و در مبارزه شاید که هستن کسانی در تاریخ بشریت، در تاریخ مبارزه ما هم که کسانی هم که به مسائل اعتقادی و دینی چندان سر و کار ندارند، اما اونا اعتقاد دارند، باور دارند به پیروزی خود، با آنکه در یک راه حق دارند تلاش میکنند. ما در تاریخ بشریت کم نداریم افرادی را که اصلا شاید که اعتقاد دینی نداشتند اما به عدالت، به برابری، برادری، به حقیقت اعتقاد داشتند، باید که در یک جامعه آزاد زندگی کنند و برای این عدالت و برای این اعتقادشان مبارزه کردند، چون باور داشتند که در راه حق دارند مبارزه میکنند. و ما کم نداریم از افرادی که مسلمان نبودند یا اصلا دیندار نبودند اما خیلی هم مبارزان صمیمی استوار بودند که بالاخره اونها هم در این مبارزه خود پیروز شدند. چه رسد به کسانی که اعتقاد دارند به ارزش‌های دینی، به ارزش‌های ملی و هدف اونها نه تنها رضای خداوند هست که انشاءالله رضای خداوند هم در آن هست که ما یک جامعه و یک کشوری آباد و آزاد را بسازیم، اما برای ارزش‌های ملی که ملت تاجیک سزاوار آن است که در یک شرایط، در یک حالت سربلندانه زندگی کنند، نه در اون شرایطی که امروز حکومت ملت را در آن گرفتار کرده است. متاسفانه عقب مانده ترین ملت، قشاق ترین ملت و کشور، فساد زده ترین کشور در سطح جهانی شده است. وقتی که من این تا دیروز این آمادگی به این صحبت می دیدم، وقتی رقم های آخر رو ورق زدم، اصلا شما تصور نمیکنید که ملت ما از کشور ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مالیوی در چه دشواری و مشکلی گرفتار است. دیگر دولت را به یک دولت بانکرات تبدیل دادن، نه اینکه کارخانه ها را، بلکه خود دولت و حکومت در حالت بانکرات است. اما از موضوع اساسی دور نرویم. شرف الدین هم به خاطر همین اصلاحات مبارزه می برد و نام حرکتش را که تأسیس داده بود، حرکت اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، به همین خاطر بود و حتی نیت داشت که همین روزهای نزدیک به دعوت کرده بود که یک جلسه داخلی حرکتشون را برگزار میکند برای افراد جدید را که خواهشمندان اقتصاددانهای دیگر هوسمند شدند که در حرکت زیر رهبری اون باشند دعوت میکند و باید برگزار میشد. من باور دارم از اعضایان حرکت اصلاحات اقتصادی تاجیکستان خواهش میکنم که در این لحظه دشوار خود را به دست بگیرند که یکی از مؤسسان و شخصیت معروف این حرکت و پیمان را از دست دادیم، زندانی شد و هر چه زودتر اون جلسات شورابینی خود را برگزار کنند، چون اگر شرف الدین ربوده شد، زندانی شد، حتما ده ها شرف الدین دیگر هست که در این راه فعالیت خود را ادامه خواهد داد و ما هم در پهلوی برادران و خواهران هستیم. و بنابر همین من این را جزء طبیعت راه میدانم و انشاءالله که هر یک قطره خونی که در این راه ریخته می شود و هر یک روزی که یک برادر و خواهر ما زندانی می شود، همون مقدار ما را به پیروزی نزدیکتر خواهد کرد. این وعده تنها من نیست، این وعده خداوند است، این طبیعت راه است و حتما
توسط همین گونه قربانی ها وحشانیت و جنایتکاری رژیم بیشتر آشکار می شود و مردم بیشتر آگاه خواهند شد که در تاجیکستان عزیز ما چی میگذرد. و مسئله دیگر دوستان عزیز این است که در این شب و روز پیمان ملی تاجیکستان که یکی از فردهای کلیدی خود را از دست داد جلسه برگزار کرد چند ساعت پیش و ما ستاد را تأسیس دادیم که تمام فعالان پیمان و همه کسانی که دعاگوی ما هستند فعال هستند باید تلاش خود را کنند که در این روزهای نزدیک کاری را برای برادر عزیزمان شراف‌الدین گدایف انجام داده باشیم. و من دوستان عزیز هموطنان گرامی یک نکته را برایتون در اینجا بگویم که ما تا امروز تلفات‌های زیاد دادیم، عذاب و مشقت زیاد کشیدیم. شاید که اکنون وقتی آن رسیده است که این تلفاتی که امروز دادیم و برادر عزیزمان شراف‌الدین گدایف دزدیده شد و در زندان است الان، این شاید برای ما یک نقطه جدید باشد برای مبارزه را جدی‌تر ادامه دادن، مبارزه را جدی‌تر گرفتن. من فکر میکنم باز تکرار میکنم که خداوند هر چه زودتر برادر عزیزمان شراف‌الدین را آزاد کند از زندان و دیگر زندانی های سیاسی را. اما شراف‌الدین با این زندانی شدن خود یک تکان در بدنه ما وارد کرد، شخصا برای خودی من. و من باور دارم که بسیاری از برادران و از خواهرانی که با ما هم فکر هستند، هم پیمان هستند، در این راه به هر شکل شریک هستند، این حادثه برایشان یک تکان خواهد بود. تکان نه به خاطر برای آنکه ناامید شوند، بلکه تکان برای حرکت جدید، برای تلاش جدید، نه تنها برای آزاد کردن شراف‌الدین بلکه برای آزاد کردن تمام زندانی های سیاسی، بخصوص آن کسانی که ربوده شدند از روسیه، از قزاقستان، از ترکیه و از هر کشور دیگر. برای این باید راهکارها به وجود آورد، ایجاد کرد، فکر کرد و بالاخره جامعه جهانی را متقاعد کرد که همه ما و شما در مجموع، هم جامعه جهانی، هم حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی تاجیکستان، هم مردم، ما داریم با یک نظام، یک حاکمیت جنایتکار روبرو هستیم. اگر تا امروز میگفتیم که عمرعلی قواتف را شهید کردن، شاید میگفتید دلیل مستقیم نداریم. اگرچه من مطمئنم و خبرهایی که دارم حکومت ترکیه 100% جنایت صادر شده علیه شهید عمرعلی قواتف را در ترکیه اثبات کرد و چندین نفر از کارمندان سامان ایر و سفارت و از شخصیت‌هایی که به نام تاجر در استانبول در اون وقت در انقره بودن اونها را حبس کردند. بعد در نتیجه یک تعاملات یا بعضی مسائل دیگر اگرچه اونها را زندانی کردن یک بخش را، این مسئله دیگر زیاد در سطح جهانی رسانه‌ای نشد. شاید بعضی‌ها میگفتن که برای دزدیدن احسان آدینایف فکت و دلیل نیست و هرچند که به سازمان‌های بین‌المللی مراجعت کرده میشد، برای ربودن محمد روزی اسکندرов، برای مقصود ابراهیموف و دهها شاید صدها نفران دیگر که به طور پنهانی جنایتکارانه همچون یک بند مافیایی از بین برده شدند. امروز پرونده شراف‌الدین فرق میکند. شراف‌الدین گدایف از طرف یک کشور اروپایی به مثل گلند یا هلند پناهندگی سیاسی داشت. شراف‌الدین گدایف در زیر حمایه حقوقی و سیاسی یکی از کشورهای اروپایی هست که هم قوی هست و هم در مسئله حقوق بشر یکی از کشورهای فعالترین در سطح جهان است. وقتی الان کار آمده است، اون ارتباط‌ها و شریکی که توانست اپوزیسیون تاجیک و سازمان‌های مردمی تاجیک در اروپا با سازمان ملل متحد، با اتحاد اروپا، با دهها سازمان‌های حقوق بشر جهانی برقرار کند و پرونده‌های را با اون سازمان‌ها بفرستد که حتی 3 پرونده زندانی‌های سیاسی ما در کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سطح آن یا سازمان ملل بیگناهی این نفرها اعتراف شد. اکنون وقتی آن رسیده است که این مسئله را با
این سازمان ها در میان بگذاریم و پرونده شراف‌الدین را تبدیل بدهیم به یک پرونده ملی که توسط آن بتوانیم سازمان های بین المللی و جامعه جهانی را متقاعد کنیم که توجه بیشتر به وضع زندانیان و مردم تاجیک داشته باشد و شاید این خودش سبب شود برای رهایی و آزادی دهها و صدها هموطنان عزیز ما. الان به من اینجا از استودیا نوشتن که ویدیوی صحبت شراف‌الدین گدایف الکی در داخل کشور در سطح‌های مقامات نشر شد. همون چیزی که دقیقاً من چند دقیقه پیش برای شما گفتم، چون که الکی اسلوب کار مقامات تاجیکستان برای ما و شما شناس است. ما میدانیم که حکومت تاجیکستان از روی یک اسلوب کار میکند. انسان‌ها را میدزدد، فریب میکند، با هر راه میبرد تاجیکستان و بعدا اعلان میکنند که این به اختیار خود برگشت و اون طرف هم زیر فشار و تهدید مجبور است که اعتراف کند که بله من خودم آمدم و خواستم که بیام به وطن، خسته شدم و بعد چند صحبتی را هم علیه ما و علیه دوستانش و رفیقانش هم انجام میدهند و هم حکومت و هم بعضی از بنام دوستان که منتظر همین گونه فرصت ها هستند از این حالت ها استفاده میبرند برای علیه اون برادران زندانی، علیه این مخالفین فعالیت سیاسی کردن. اما دیگر باید همگان بدانیم که این اسلوب الکی شناخته شد و تا امروز اگر ما دلیل مستقیمی در دست نداشتیم، الکی دیگر دلیل هست که اینجا واقعا یک حادثه دزدی به تمام معنا رخ داد. این نکته را هم بگم دوستان عزیز که الان که خود مقامات ویدیوی صحبت شراف‌الدین را نشر کرد، حالا دیگر طبیعی است که ما ندیدیم که در آن چی گفته ایستادند و چی میگویند، اما تقریبا معلوم است برای یک و یک ما و شما که چی میگن. اما من وقتی که می آمدم سر میز نشستن و من در راهرو معلومات دادند که شراف‌الدین گدایف تقریبا چون بسیار خودش یک سیاستمداری ورزیده بود، اگرچه رفتنش به روسیه را خیلی مهم میدانست و میدانسته است که رفت، وگرنه به مشورت دوستان گوش میداد و نمی رفت، و اما برای احتیاط یک نواری را هم صحبتی را هم از خود گذاشته است به دوستانش که حالا در دست ما نیست ولی گفتن که وجود دارد و همین لحظه ها باید برسد، که در آن شراف‌الدین خودش یک احتمالی را هم میداده است که اگر من رفتم روسیه و بالفرض اگر حادثه نسبتی من رخ داد، همگان جهان دوستان بدانند که پس اینجا یک دزدی، یک جنایت صادر شد و فریب کردند مرا و هر چیزی که بعد از آن گفتم دیگر آن مورد اعتماد و مورد قبول نباید باشد. من حالا کوشش میکنم از برادران خواهش میکنم که اگر این نوار یا این صحبت چه اودیویی باشد چه ویدیویی، اون را اگر در اختیار دارند خودی همین روز یا هر وقت که دسترس شد برای مردم عزیز پهن کنند تا اینکه جامعه جهانی، مردم شریف تاجیکستان و همه مبارزین آگاه شوند که چه جنایتی در اینجا رخ داد که هم انسان را می‌دزدند و هم جنایت صادر میشد و هم وادار میکنند که مجبور میکنند که صحبت‌های ویدیویی در اونجا بکند علیه همصفان یا علیه آن راهی که اون انتخاب کرده بود. بنابر همین هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، دعوت من این است که الان دیگر این مصیبتی که بالای همه امان آمد، این را همچنین یک درس عبرت بدانیم و همچنین یک نقطه آغاز مبارزه های جدید که باید ما تمام تلاش خود را کنیم برای آزادی شراف‌الدین، برای آزادی تمام زندانیان سیاسی و برای انتقام جهانی و حقوقی از شهادت اون همه بزرگواران و برادرانی که تا امروز در این راه از طرف جنایتکاران داخلی کشته شدند. من با استفاده از این فرصت یک دعوت برادرانه از تمام مبارزین، از تمام گروه ها، شخصیت ها دارم. بله، بازم تکرار میکنم هیچ کس در دنیا بی عیب نیست و خود ماها و دوستان و برادران دیگری که هستند. عیب و انتقاد جای خودش، حالا حتی اگر کینه ها و یک انتقادهای شخصی هم باشد اون جای خودش، اما بعضی مسائل هست که دیگر اون نمیتواند
ما و شما را بهانه شوند برای آنکه حقیقت ها را نبینیم. نمیتونند بهانه باشند که عدالت را کنار بگذاریم، جوانمردی را کنار بگذاریم. من فکر میکنم اکنون وقتی آن رسیده است که این همه اختلاف های شخصی، گروهی، دیدگاه ها و نظرهای مختلف را کنار بگذاریم. اونها جای خودش، اونها وقتی حل و فصل اونها حتما خواهد آمد، اما بیایم سری بعضی ارزش های مشترک و هدف های مشترک به هم بیاییم و راه حل پیدا کنیم. چند سال پیش نفری را از دست دادیم. برای مثال بگیریم، از دست دادیم چندین نفر از رهبران معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایشان شمس‌الدین زندانی شد. اولین کسی که از احزاب سیاسی تاجیکستان زندانی شد و در داخل زندان تاجیکستان مرد، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین بود از ناحیه مسچا. خب اون از دست دادیم، همه فرو بردیم، هم حزب نهضت و هم احزاب دیگر. گفتن خب این مشکلی حزب است و مشکلی یک شخص. بعداً رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندروف دزدیده شد، زندانی شد، باز همه خاموش. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم گفتیم خب برادرای حزب دموکرات که حالا نگویند که این قضیه رو ما خودمون حل میکنیم، چون درخواست هم شد که وارد شدن حزب نهضت باعث آن می شود که حالا دیگر قضیه رنگ و بوی سیاسی بگیرد. حالا با هر دلیل، حالا کی کمبودی داشت، حالا این دیگر مهم نیست. جامعه مهم که محمد روزی را تلف دادیم، از دست دادیم. زید سعیدوف را همین طور. ده ها و شاید صدها عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بزرگمهر دیگر را هم از دست دادیم. حالا بعد از اونم یکی دیگر عمرعلی قوتوف را شهید کردن، باز همون. و همیشه ما در جستجوی کمبودیا هستیم که چرا شما خاموش بودید، چرا در اون وقت صدا بلند نکردید، چرا از این حزب را زندانی کردند شما کاری نکردید. و میخواهیم بی‌عملی و بیکاری و کنار رفتن خود را با اون دلیل ها بپوشانیم. من فکر میکنم که هر کدام ما علیه یکدیگرمون برای تنقید و کمبودی جستن دلیل داریم. اگر لازم شود هر کدام ما ده ها و صدها دلیل و کمبودی علیه یکدیگر پیدا میکنیم، اما این ضرورت ندارد. بیاید حداقل اطراف بعضی از مشکلاتی که امروز جامعه، امروز مردم از ما حل آن را انتظار دارند با هم بشینیم و اون امبیسیا و منمنی و خودخواهی را کنار بگذاریم. حالا چی خصوصی هست، چی امبیسیا و اختلافات گروهی است، و اطراف مسئله های مشترک مثل همین حادثه که الان شد یا فردا می شود یک راه حل مشترک پیدا کنیم. اگر نمیتونیم در این مسئله ها راه حل پیدا کنیم، با هم باشیم، حداقل در این گونه شب و روزها از این مصیبت ها نباید سوء استفاده شود علیه این گونه شخصیت ها و برادران همصفان خود با کنایه و با پیچینگ ها این گونه مناسبت ها شود که واقعا هم برای یک مبارز، برای یک شخصیت ارزنده مناسب نیست. اما من شخصا اعتقاد دارم که همیشه راه و امکانیت ها برای همکاری وجود دارد و بخصوص این طبیعت ملت تاجیک است که ملت تاجیک شاید در روز خرسندی چندان با هم نزدیک نباشند، اما همیشه ملت ما را مصیبت ها به هم متحد کرده است، غم ها متحد کرده است. برادر شراف‌الدین گدایف شخصی اندک نبود. اگر دیگران نتوانستند ما را به هم نزدیک بیارند تا اینکه توانیم با یک عمل مشترک کاری را حل کنیم، من امید دارم و باور هم دارم که این دیگر برای ما عبرت شده باشد و حالا بتوانیم یک کاری مشترک را انجام بدیم. کاری مشترک هم چی است؟ ما هر کدام در توان خودمون تماس داریم، ارتباط داریم، نفری رو میشناسیم، با سازمان، با کشور در ارتباط هستیم، با رسانه های در ارتباط هستیم. همه دیگر وظیفه خود بدانند که این مصیبت ملی را، تنها قضیه شراف‌الدین را نه، منظور من از این مصیبت ملی مصیبت کشور و ملت است. همه ما در آن گرفتاریم. 9 میلیون اهالی تاجیکستان، شاید 1 میلیون، شاید 500,000 از این منصبدارا و خش و تبارا، آنهایی که از بودجه دولت پول میگیرند و در رسانه ها خود را انسانی خوشبخت و انسانی راضی از پیشوایشان و از حکومت نشان میدهند، اینها جای خود. اما 8 میلیون مردم، دکتر، معلم، کشاورز، سرباز، پلیس و ملا، هر کسی هست یا تبدیل شده است به پاره‌خور یا با پاره‌گیر.
نه این پارگیر از پارگیریش راضی هست، خرسند است، چون بالاخره میداند جنایت کرده ایستاده است، میداند که همین حکومت او را به پارگیری وادار کرده است، معاش کم میدهد و مجبور میکند که یک دکتر، یک معلم، یک میلیسیونر از مردم پول بگیرد. نه اون راضی است، نه این پارندهنده راضی است. فقط کسانی راضی هستند که این نظام را به وجود آوردند و منفعت دارند که در تاجیکستان همیشه این وضعیت جنایتکاری و دشوار و فساد وجود داشته باشد و مردم دیگر علاج ندارند. من باور دارم که ما اگر یک جایه شویم، هم مردمی که در بیرون هستند، هم اون حداقل 8 میلیون هموطن ما که از این وضعیت دشوار اذیت میکشند، میتوان برای این ملت، برای این کشور کاری را انجام داد. باور دارم که این فرصت فرا رسیده است و ما این جلسه که امروز در پیمان داشتیم خلاصش همین شد که این حادثه ما را بار دیگر وادار میکند، قوت میبخشد، نیرو میبخشد تا اینکه مبارزه خود را دوچند کنیم، چند برابر کنیم و انشالله به پیروزی های آینده برسیم. در آخر یک جمله بسیار خوبی رو چند روز پیش در یکی از مقاله ها خواندم که مؤلف برای اثبات فکرش میگوید که اگر رقیب یا دشمن نتوانست تو را نابود کند، شکستی که از او خوردی تو را قوی تر خواهد کرد برای مبارزه آینده. حکومت جمهوری تاجیکستان تا چند 2 سال پیش فکر میکرد که اپوزیسیا را از بین برد، شکست، نابود کرد. اما امروز درک کرد که نه، نتوانست شکسته، نتوانست از بین برده. امروز مخالفین تاجیک، اپوزیسیای تاجیک هر روز بیشتر دارن قدرت میگیرن، کارهاشون منظمتر میشود و این بیانگر آن هست که و اینم پیام است به آنها که شما که نتوانستید ما را کاملا از بین ببرید، بدانید که این ضربه هایی که الان زدید و این واقعا هم من اعتراف میکنم که یک ضربه بود، این باعث تقویت و قدرتیابی برادران خواهران ما خواهد گشت و انشالله که در روزهای نزدیک شما نتیجه این تلاش و زحمت دست جمعانه برادران خواهران را خواهید دید. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، من در اینجا صحبت خود را به پایان رساندم و اگر حالا از دوستان هیئت ایجادی خواهش میکنم، میپرسم که اگر در تا این لحظه در این موضوع سوال پیشنهادی از هموطنان آماده باشد، فقط در همین موضوع با آن جواب خواهیم گفت. اگر نه، صحبت امروزه را جنببست خواهیم کرد چون باز جلسه های دیگر داریم و انشالله در روزهای نزدیک من تلاش میکنم که باز بار دیگر در یک صحبت آنلاینی در خدمت شما باشیم، یا در این موضوع یا در موضوعی که قبلا اعلان شده بود، وضع اقتصادی و اجتماعی کشور. حالا اگر سوال گفتنی باشد من در خدمت دوستان هستم. چند سوال ورود شدگی است، متاسفانه بیرون از این موضوع است، ولی خب فکر میکنم که در این موضوع زیرش سوال نیست. اگر چی باشد اینجا دوستان در استودیو گفته ایستادن که بله چند سوال در این رفت صحبت ما وارد شد، اما مستقیما به این موضوع ربط ندارد، ولی سوالهای خیلی مهم هستند و ما تشکر میگیم از دوستانی که این سوالها رو مطرح کردند و این وعده رو هم به ایشان خواهیم داد و میدیم که حتما به سوالهای ایشان در وقت مناسب جای دیگر جواب خواهیم گفت و فعلا من یکی شما رو به خداوند منان میسپارم تا صحبت‌های آینده در پناه خدا باشید.